دوستان سلام علیکم، خوش آمدید به کانال مراد. امروز برنامه ما درباره حالت در روسیه در سبب کووید 19 بیماری که بسیار آدم کار را دست دادن. اکثریت در استرویکاها در خانه ها بیکار ایستادند، اکثریت چیزی خوردن ندارن و من خواستم تصمیم گرفتم که همینجا گروپ تلگرام ساختم. برادرایی که کار دارن، برادرایی که از هر یک شهر و ناحیه روسیه هستند، میخواند که یاردم کنند یا که یاردمشون در کار است درباره کار برای یکدیگر رو یافتن. در این گروپ در تگ پس ویدیو بودگی حتما نویسید. کار در کار باشد نویسید کار در کار است، کار در کار نباشد اگر کار داشته باشید اگر کار پیشنهاد کنید. میخواهیم که اقلا یک از اگر کار یابد بسیار کاری خوب میشود. در این حالت های ناسبوک گویم اگر باید دیگر یک یاردم خوب میشود. برای که من خود دیروز وقتی کار رفته ایستاده بودم و یک برادر تاجیک رو دیدم که گفت از گشنگی شکایت میکرد. نه ویدیو رولیک رو تماشا کنید و خلاصه خود رو برید. حتما از خاطر نبرید که در پس ویدیو رولیک گروپ های تلگرام است. حتما درآیید و کار داشته باشید کار پیشنهاد کنید. اگر کار نداشته باشید حتما خبرهای نو رو انتظار باشید و کار میبرید. دوستان اگر حتما ویدیو رولیک رو با یار دوستان و رفیقانتون تقسیم کنید و لایک کامنتاری را از خاطر نبرید. الله مهربان خداوند خیلی شکر. خوب میشه، همش خوب میشه. حالا این پدانالات کرانتین دفت میشی. دو ماه واسه بیکاره. ها؟ لباسه هم اینا دقیق چی بشه؟ ما استرویکای خود رو مدگی میخی. اینا نه استرویکا کسی نمیشه. لباسای ما هم درست میکنه زدگی. و خدا خیلی سود باشی دیگه خیلی زیق نشود نه اگر نه زیق نه پروست اگر همون جای بیتون بیاد اگر مثال یکون خیلی وای که ما دادره که ما کانال داره یوتیوب داره برای من یکون آدرس بوده یکون کپل جام که واسه وای که ممکنه که مثال بسیار روزه گفتی شما از که کار نیست دوره هم اونجا محکم کرانتین چی میشه نون رولتون چی میشه در اینجا هیچ نمیشه یا شکمسری میشیده گیست بخی شکمسری میشیده اگر نمبر تلفن داشته باشید اگر نمبر تلفن رو مونید اگه ما اشاره خدا خدا اوه بخدا نکه اونا شو برای من اومدگیم شایبون نشید دیدم این کرونا ویروس های که جوان ما دیگه خیلی شی آبی خودم در خانه هم در تاجیکستان آبی خودم بسازن در منزل خواه خب داری کرونا ویروس ها برای چیلا باشی چیلی و دمورنا میکشته باشم بلد نمیدونم وقتی هم از این کشیلم که بلد نه ایسه نه اوسو میشید گوی میشید گرنسو کو بعد داشت میاد کوچکشنه سرون کلا میگی تو میگی زمینه کنه داخش گیجه و نفوری نبود شو برام خبر وطن نیست در خونه نیست برای ما کار نه آنجا زیاد نشو تو با خدا نمیاد خیلی بگیری تو ما به حق شما کو داغو میشی نگو وایش داگر بکنیم مالش از رحمت خدا بله خدا باشه که جوی ده باشی زنده باشی آباد باشه ما توجیه که من بله گپ نیست مالش دفنه خدا. نه دوستان سلام علیکم. امروز خواستم که درباره دیلیوری کلاب درباره کار درباره مهاجران گپ زنم. اینا در نمیرو یا برادر توجیه کردم میگه استرویکا دو ماه بازار کار نمیکنه چیز بدون برای خوردن نیست. برای من التماس میگه برادر را یاردم کنید کسی را بینید یک مبلغ بسیار در کار نیست. اما خلیب یک مکرون روغن برای من که یک گشنگی را عذاب نکشن. اگر که جای خوب شما باشد 100% یاردم کنند در کار اینا گپاش یا برو گوش کنید و حتما یاری رسونید. من از دستم که چیزی که اومد یاری رسوندم دیگرش باقی الله. و اگر دل نیتی یاردم کردنی باشید برای آدم‌ها که مثلا برای یار برادر نگید همه رسیت بیکار میگن از سبب کرونا ویروس برای همین حتما یاردم کنید یا وید کووید یاردم کنید. کسانی که زورشون میرسد کسانی که زورشون نمیرسد هیچ گپ نیست حقشون داغو باشید. و من باشد رفتم حتما درباره دیلیوری کلاب ویدیو کنم که چند پول کار کردن ممکن است چی خیلی حجت ها لازم است برای کار رفتن و چند پول کار کردن
мумкин аст аз деливери кунад. дӯстон то бозӣ.